یا چی تعویض لنت موتور. ببینید بعضی از این لنت ها که جیر میکنه از نمیخواد عوضش کنم. مثلا خودم اینو یه ماه پیش عوض کردم، الان داره جیر میکنه. اینا رو باید باز کنین، اگر توش روغنی کثیفی چیزی رفته اینا باید تمیز شه. هر صدایی که داد نباید تعویض شه. آموزش کامل شو میدم. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. خب یه خورده سفته، بعد با بوکس باز کردم. با 4 دستی جا دست نداره، حواستون به کالیبر باش. خب ببین اینجا 2 تا پیچ آلن داره. اینا رو که باز کنیم کالیبر این لنت ها آزاد میشه. خب پیچ های آلنیشو که باز کردین اینجوری یاد بیرم. خب نگاش کردم این باید چند هفته پیش انداختم، نیاز به تعویض نیست. این جیرجیر از کثیفی و روغنه، یه خورده روش بریزیم با دستمال بکشیم روش تا برطرفش. با بنزین کامل شستشوش بدیم. برای تعویضم دقیقا همه کارا رو باید بکنید، ولی یک فرق که داره، لنت کهنه رو اینجا میذارید، این کالیبرا اینه که اینجا هستن، اینا رو باید فشار بدیم تو. وقتی که بخواین تمیز کنیم دیگه نیازی به این کار. این تو هم که جایی که میشه تمیز. برای تمیز کردن اینجا میتونید از انژکتور شور استفاده کنید. چون دم دستم نیست، یک اسپری تمیز کننده برد بود پیداش نکردم، با این تمیزش کنم. خب تمیزش کردیم، الانم ببندیمش. خب حالا که تمام شد چند بار چکم باش راه برین، ترمز کنین و تا 50 کیلومتر اگه لنزتون عوض کردین زیاد با سرعت راه نرین، چون هر خطری ممکنه پیش بیاد. ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. همون بیلاخ زیر ویدیو رو هم بزنید. فعلا